فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدیشون در مورد این است که آیا دعا سبب افزایش روزی انسان می شود؟ بله، دعا یکی از موارد است که الله تبارک و تعالی با او روزی انسان و عمر انسان و برکت عمر انسان و چیزها را زیاد میکند و انسان و با انسان توفیق میسر میکنه و در جاهای از قرآن کریم توصیه شده به اینکه یعنی در هر موردی باید دعا کرد و از الله تبارک و تعالی طلب خیر و طلب رزق و چیزهایی را در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با طور بیشمار یافت شده، حتی در دعایی که در سجده میکردن اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وعافنی وارزقنی. یعنی دعای روزی در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موارد متعدد آمده.